هنر انسان تغییر دادن هر کاری که انجام میده به لذت هستش. اگه داره ورزش میکنه خستگی ورزش رو به لذت، اگه داره آشپزی میکنه اون رو به لذت، اگه داره کاری انجام میده به لذت. حتی اگه کاری داره انجام میده که ازش لذت نمیبره و دوستش نداره، باید لذت دستی به اون تزریق بکنه و ازش لذت ببره. مثلا اگه دکترای هوافضا داره ولی الان مجبوره توی تاکسی‌های اینترنتی کار بکنه، باید اون محیط اون کار رو برای خودش لذت بخش بکنه. چطوری؟ با تزریق دستی لذت، با قرار دادن گل و گیاه، با پخش موزیک، با صحبت‌های بسیار مثبت، با شنیدن پادکست‌های رشد و توسعه فردی و همینطور هنر لذت بردن از تک تک لحظات خودمون رو داشته باشیم. تغییر و تحول یا مانع فردی داره یا مانع محیطی. موانع فردی اون چیزیه که تو ذهن ماه. ترک عادات برامون سخته، فکر میکنیم فشار تغییر رو نمیتونیم تحمل بکنیم، فکر میکنیم تعصب داریم به تصمیمات و مسیرها و باورهای گذشتمون که همه اینها قابل حل هست. و دومیش موانع محیطیه. احساس میکنیم گرونی، تورم، جنگ، موشک، اینها هم همشون راهکار دارن و انسان کیمیاگر انسانیه که تهدید رو به فرصت و نقطه ضعف داخلیش رو به قوت تبدیل میکنه. پس موانع داخلی و خارجی تغییر و تحول رو با هم یکی یکی از میون بر میداریم و یا محول الحول والاحوال میشیم. یک، احساس نیاز به تغییر، یعنی خدایا من دیگه خسته شدم از این شرایط، خسته شدم از این اوضاع مالی، خسته شدم از این اوضاع احساسی، خسته شدم، میخوام تغییر بدم. موقعی که شما احساس نیاز به تغییر بکنید، قدم اول رو برداشتید. قدم دوم تمرین و یادگیری و تحمل فشار تغییر هست. توی این مرحله باید یاد بگیریم چی کار کنیم و تمرین بکنیم، تغییر عادات بدیم، اعتقادات و باورهایی که قبلا روش یخ زده ذهنمون رو آب بکنیم و شکل تازه‌ای بهش بدیم. و مرحله سوم تثبیت و اجرا و جشن نهاییه. وقتی اینهایی که ما یاد گرفتیم توی رفتارمون، توی گفتارمون تثبیت شد و نهادینه شد و به عنوان شخصیت ما، یعنی رفتارهای ثابت ما تبدیل شد، باید جشن نهایی تغییر رو بگیریم، چون ما تبدیل شدیم به انسانی که متحول شده. برای شنیدن صدای قلبت فقط کافیه ذهنت رو ساکت بکنی. ساکت کردن ذهن به دو روش مصنوعی و طبیعی امکان پذیره. روش مصنوعی همون روش مدیتیشن هست که میریم توی یک حالت خلسه، چشمامون رو میبندیم، یک موسیقی ویژه مدیتیشن پلی میکنیم، از تاج سر تا نوک انگشتانمون رو یکی یکی عضلات رو شل میکنیم، سعی میکنیم به یک حس خوب در این جهان هستی فکر کنیم، مثلا به این درخت، به خدماتی که این درخت به محیط زیست میده، به ریشه‌ای که در زمین داره، به دی اکسید کربنی که از محیط میگیره و اکسیژنی که برای ما به ارمغان میاره فکر میکنیم تا لحظاتی ذهنمون رو ساکت بکنیم و یا قفل بکنیم روی یک موضوع مثل درخت. این گونه میشه که ما سفر میکنیم با سکوت ذهنی به قلبمون و با کم کردن نویزهای ذهنیمون ندای قلبمون و حرف قلبمون رو میشنویم. این برای 4-5 دقیقه به عنوان یک روش مصنوعی کارسازه، اما روش اصلی و روش طبیعی هنر خوب خوابیدنه. اگر ما بتونیم در خواب به رؤیای صادقه دست پیدا بکنیم، راهنمایی هایی میشیم که بی‌نظیره و راهگشای کار ما در آینده میشه. به نام خالق بی‌نیاز، شرط خلق کردن و ثروتمند شدن بی‌نیاز شدنه، بی‌نیاز شدن از دیگران. مازلو میگه ما 5 مرحله نیاز داریم که باید خودمون اونها رو تامین بکنیم. نیازهای سطح اول نیازهای جسمی هستن، نیازهایی که برای ادامه حیات ما لازمه بهش پاسخ بدیم، مثل نیاز به آب و هوا و غذا و سرپناه که همه اینها رو خدا در طبیعت برای ما قرار داده و نیاز به هیچ کسی نداریم. نیازهای سطح دوم آزادی و امنیت هستن. باید از زندان ذهن خودمون، افکار خودمون و زندان ذهن تبدیل ذهن آشفته، پر از حسادت، پر از کینه، پر از ویژگی‌های منفی به یک ذهن خلوت و شیشه‌ای،
ذهن انسان باید مثل شیشه بشه، یعنی هر چیزی بیاد ازش خیلی راحت عبور کنه، نه اینکه روی شیشه بمونه و شیشه یا همون ذهن ما رو کدر بکنه. وقتی ذهن شیشه ای شد و هر موضوعی ازش عبور کرد، نور اون موضوع به قلب ما میرسه و باعث حضور در قلب میشه. سرمون رو، ذهنمون رو هم خودآگاه هم ناخودآگاه از تمام ویژگی های منفی پاک کنیم تا صدای درونی یا همون ندای قلبی رو بشنویم. به این میگن کیمیای ذهن. ذهن از دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تشکیل شده. ذهن خودآگاه همین ذهنی هست که من تصمیم میگیرم الان بایستم، الان بشینم. ذهن ناخودآگاه اون دیتاهایی هستش که در ناخودآگاه ذهن ما از طفولیت تا بزرگسالی ثبت شده که اکثر این دیتاها در عالم رؤیا و خواب ثبت میشه. ناخودآگاه همون ضمیری هست که مهمان وجودی ماست، همان میهمانی که ما باید همیشه جلوش آبروداری کنیم، بهش احترام بذاریم، به تصمیماتی که میگیریم به خودمون عشق بورزیم. وقتی میگی به خودت عشق بورز، یعنی این که خودتو دوست داشته باش، ضمیر ناخودآگاهتو دوست داشته باش. وقتی میگیم به خودت احترام بذار، یعنی به ناخودآگاهت احترام بذار، برای حرفت ارزش قائل باش. اگر ضمیر ناخودآگاه با خودآگاه همراه بشه، به مرحله‌ای میرسیم که بهش میگن بگو تا بشود. اون موقع هر کاری که تصمیم میگیریم انجام میدیم، با عشق شروع میکنیم، با هماهنگی ادامه میدیم و با لذت هم به پایان میبریم. مثلا من الان تصمیم میگیرم بایستم، ضمیر ناخودآگاه هم با من همسویی میکنه و شروع میکنم به قدم زدن. این همراهی ضمیر خودآگاه با ناخودآگاه توی تمام کارهای زندگی اگر رخ بده، به ابر انسان تبدیل میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمان و رحیم. رحمان و رحیم دو برگرفته از کلمه رحمت هستند، یعنی بخشنده و مهربان، یعنی بغل کردن خدا. رحمان رحمت عامه، یعنی شامل همه بندگان خدا میشه، مثل خورشید که گرماش رو به همه موجودات، به همه کائنات، به زمین و آسمان میبخشه. اما رحیم رحمت خاصه، ویژه باشگاه بندگان VIP خداست، اونهایی که روی پشت بومشون پنل های خورشیدی رو میگذارند تا انرژی گرمای رحمانیت خدا، یعنی خورشید رو به انرژی رحیمیت خدا تبدیل بکنن و برق بگیرن. خدا به همه بندهاش برق نمیده از خورشید، به اونی برق میده که اون هم یک قدم برداره و روی پشت بوم خونش پنل خورشیدی بذاره. اون پنل خورشیدی که ما توی جسم و ذهن و قلبمون باید کار بذاریم تا ما هم شامل رحیمیت خدا بشیم و جزو بندگان VIP خدا بشیم، چیزی نیست جز شکرگزاری با جزئیات. سلام علیکم. خیلی مراقب باشید توی ناخودآگاه ذهنتون چی وارد میشه به صورت غیر ارادی. پیام هایی که توی تبلیغات، توی سریال ها و توی محتواهایی هست که توی رسانه ها پخش میشه، به صورت غیر ارادی میره توی ناخودآگاه ذهن ما میشینه و مرجع تصمیم گیری و احساسات ما میشه. اون موقع است که وقتی از اون میپرسن به قول مهران مدیری احساس خوشبختی داری یا نه، میریم به ضمیر ناخودآگاهمون و بابت این همه پمپاژ خبرهای منفی، این همه سریال هایی با موضوعات منفی میگیم خیر. سلام علیکم. خلاقیت یعنی یه فکر نو، اما نوآوری همون فکر نویه که عملیاتی میشه. تا اقدام و عمل صورت نگیره، نوآوری هم انجام نمیشه. سلام علیکم. ساعت 11 شب بدن رو باید ببریم در حالت آرامش و استراحت و خواب و به اصطلاح استندبای، و ساعت 7 صبح باید از خواب بیدار شیم، چون از ساعت 11 شب به بعد بدن نیاز به آرامش داره برای پاکسازی تا ساعت 7 صبح، و از ساعت 7 صبح به بعد برای همون پاکسازی سایر قسمت ها نیاز به فعالیت بدنی داره. اگه ساعت بیولوژیکی ما با ساعت جهان هستی، با ساعت طلوع و غروب خورشید هماهنگ باشه، اون وقته که همه نیروهای جهان هستی میان پشت سر ما و هر روز جوانتر، خوشگلتر و شادابتر میشیم.